سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. یکی از مشتریامون امروز یک سرویسی به اون آوردن که سرویسشون کامل نو هستش، ولی متاسفانه حالا توی سری اتفاقات اینجاش شکسته و ما کاری که قراره بکنیم قراره اینو مثل روز اولش واسهش درستش کنیم. مشخصه که این سرویس از روی مانکن خود ویترین افتاده پایین، کاملا هم نو هستش. اولین کاری که قبل از جوشکاری شما قراره انجام بدید و باید انجام بدید، همیشه توی این مواقع که خم میشه، شکستگی پیدا میکنه، یک جای خمی داره. این خم رو حتما باید اول تا جایی که راه داره مثل روز اولش درست کنید. من با یه ابزاری مثل دنباریک میتونید این کار رو انجام بدید. خب بعد اینکه کامل به حالت صاف در آوردینش، یه تنظیمات بزنید که ببینید صاف هست، خوب هست، واسه جوشکاری آمادهش کنید و کار رو میزنید توی اسید بوریک. اسید بوریک باعث میشه که طلا نسوزه، آبکاری طلا از بین نره تا حد ممکن، نه اینکه کلا از بین نره، نه، این تا جایی که راه داره محافظت میکنه از طلا. ببین ما اینجا یه ناهمواری داریم، یکم جوشکاریمون واسمون سخته. از تو اینجور مواقع حتما میتونید از یک گیره استفاده کنید برای اینکه بتونید سطحتون رو اونجوری که میخواین تنظیم نگه دارید. همیشه اینو یادتون باشه، هر موقع میخوایم که یک جوشکاری خیلی خوبی داشته باشیم، باید اون سطحی که از هم جدا شده کامل مماس هم دیگه باشه، نه پایینتر نه بالاتر. واسه همین یه جوشکاری خیلی خوب میتونید شما داشته باشید. سطح کار گرم. کسانی که دارن با هواگاز کار میکنن، چون شعلش خیلی قوی هستش، خیلی با مراقب باشن آتیششون رو مستقیم نگیرن، یعنی هر 1 ثانیه به 2 ثانیه یک بار آتیششون رو هی بردارن و فقط سطح کار رو بتونن گرم نگه دارن تا بتونن جوش خوبی انجام بدن. همینطور که میبینید کار کاملا جوشکاری شده. خب فقط حالا باید بریم واسه تمیزکاریش، چون اینجاش یک مقدار سیاه هستش. خب دوستان، حالا کارهایی که جوشکاری کردیم همینطور که میبینید همشون یکم حالت سیاهی دارن. حالا میخوایم این سیاهی رو از بین ببریم. اگه پشت کار رو دقت کنید، کارها همشون سیاه شدن توی حرارت. اینو با ذغاب باید از بین ببریم.
این کار که جوش دادیم، این سرویس که جوش دادیم و این توی کاسه مسی ذغاب میریزیم که این محلول ذغاب رو بهتون میگم و روی درجه گاز میجوشونیم. خب دوستان، ما توی این مرحله که اسمش هست مرحله پرداخت‌کاری، برای تمیزکاری، صیقل دادن و جلا دادن کار که انتهای کار محسوب میشه، نیاز داریم به 2 تا فرچه. یه فرچه پوست هستش واسه از بین بردن سطح تیز که بتونیم از بین ببریمش. یه دونه هم فرچه کرکی یا همون پولیش جلا هستش، یه دونه این فرچه. برای شروع اول از این فرچه استفاده میکنیم. سطح کارهایی که تیز هستن، جوش بیشتره رو باید از بین ببریم اول. فرچه پوست رو حتما نباید انجام بدید، لازم نیست. معمولا برای که واقعا سطح کار تیزه و نمیشه باید فرچه نرم‌تر نمیشه باید فرچه انجام داد و حتما باید با پوست انجام داد. یه مقدار جلا میزنید که فرچه رو و سطح کار رو آروم بروش میکنید. خب وقتی که پرداخت و پولیش کاریتون تموم شد، سر آخر من خودم یه چنگکی درست کردم واسه اینکه بتونم طلا رو روش قرار بدم. حالا اکثرا از جنس استیل استفاده میکنن، ولی من همینطور که میبینید از جنس مس استفاده کردم، چون بعد از طلا بالاترین رسانه رو مس داره و میخوایم چون که با شستشو و آب و مواد نانو شستشو بدیم دیگه، اونجایی که اینا با هم دیگه اتصال دارن طلا و مس، لکه‌ای نمیفته از نظر بنده اینجوری. واسه همین من خودم جنس مس رو انتخاب کردم و خودم این چنگک رو درست کردم و این دستگاه اسمش اولتراسونیکه. با درجه دمای 60 درجه تنظیمش کردم و یه مواد شستشو دهنده نانو که کاملا جرمگیر هست. کارش جرمگیری طلا هستش. این وقتی که ما کار رو میایم پولیش میزنیم، یه سری مواد جلا که سیاه هستن بهش میچسبه. این کار دقیقاً عمل حمام یا شستشو دهنده طلا رو انجام میده سر آخر و کارمون تموم میشه. بریم و یه شستشوی آب میشه انجام میدیم که کار ما کاملا آماده است. یه گوشوارش، این دستبند علنگویی که کامل جوشکاری شده، فقط باید بریم واسه میناکاریش. و این اون سرویسی که کامل شکسته بود، اما مثل روز اولش واسهش جوشکاریشو انجام دادیم بدون هیچ عیب و ایرادی.